سلام بچه های زیبا و افسانه دوستی من و اینک باز لحظه های دیدار فرا رسید. پیش از آغاز افسانه در اجرای ماهینور خردکک که امروز مهمان استودیوی ما می باشد شعر شنوید. مرحمت ماهینور جان. آلوچو گلی بادام من دخترکی دادم شده چارنشک من چارنشکی دادم. آفرین ماهینور جان، خیلی خوب. اینک میگذاریم به نقل افسانه. من امروز برای شمایان افسانه خروسک دانا را نقل میکنم. عزیزکان من، بود نبود، بودگار بود، زمین نبود، شدگار بود. در یک زمان، در یک مکان، یک خروسک دانایک و هوشیارک بود. روزی از روزها خروسک در کافت و کاب دان زمین را تیت میکرد که ناگاه از پیشش یک الماس پاره برآمد. خروسک خرسند شده قوقو گویان الماس پاره را به نولش گرفته تازه آن رفته ایستاده بود که از پیشش یک مرد برآمد و مرد گفت: ای خروسچه، به کجا می روی؟ خروسک خرسندانه: من الماس پاره یافتم، آن را به خانه ام میبرم گفت. مرد باشد خروسک را داشته گرفت و از نولش الماس پاره را کشاله کرده گرفته او را سر داد. خروسک از این حال گریان شد و قوقو گویان از پشت مرد رفتن گرفت. مرد رفته به خانهش نزدیک آمد و دروازه را گشوده در آمده محکم کرد. خروسک باشد با بالای بام مرد برآمده قو الماسم را ده، زیب لباسم را ده گویان فریاد میکرد. مرد از این در جهل شده خروسک را داشته گرفت و به خانه آروی اصل برده پرتافت. زنبورکان باشد این مهمان ناخوانده را دیده به خانه ما کینا پرسش در آمد گویان خروسک را گزیدنی میشوند. زنبورکان زیر قناتم جایتان رفته مرد را گزید، الماسم را گرفته دهید. زنبورکان تازان آمده به زیر قناتی خروسک می درآیند و خروسک به خانه مرد می رود. خروسک به خانه مرد نزدیک می شود و قناتش را کشاده خودش را می شپاند و همه زنبورکان از تگی قناتش برآمده به خانه مرد می درآیند. خروسک هم از بالای بام به خانه مرد می فراید و در آنجا فریاد می کند: قو نیمت الماسم را ده، زیب لباسم را ده. مرد باشد از این در جهل شده خروسک را داشتنی می شود، ولی زنبورکان آمده مرد را از سر رویش می گزیدند. گزیدن میگیرند. مرد از سبب درد فریاد می کند: الماست در خانه درآ و گیر. خروسک خرسندانه رفته از خانه الماس را گرفته میبراید و قناتهایش را میکشاید. همه زنبورکان آمده به زیر قناتش جایگیر میشوند و خروسک با بالای بام پریده از آنجا به زمین میفراید و رفتن میگیرد. در راه وی یک خودش را میافشاند که تمام زنبورکان از تگ قناتش برآمده می روند. وی الماس پاره را گرفته خرسندانه به خانه‌اش می رود. انا دیدید بچه های عزیز، خروسک با دانایی و هوشیاری خود حقش را از مرد گرفت. شمایان هم عزیزکان من باید همیشه دانا و هوشیار باشید. البته برای این باید شمایان هر روز کتاب مطالعه نمایید. وظیفه و سپارش های معلمه داده را اجرا نمایید. با همین عزیزکان من افسانه امروزه من به آخر رسید. به همه شمایان خواب شیرین آرزو می نمایم. خیر عزیزکانم.